الباب الثالث، باب الصبر. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق علیه. ابو زید اسامه بن زید غلام آزاد شده پیامبر صلی الله علیه و سلم که هم خودش و هم پدرش به حبیب و دوست رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشهور بودند میگوید: دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم پیکی برای پدرش فرستاد که فرزندم در حال مرگ است، پیش ما بیایید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به قاصد دخترش فرمود: سلام مرا به دخترم برسان و به او بگو از آن خداست آنچه بدهد و بگیرد. همه نزد او مهلت و زمان مشخصی دارند، پس صبر کند و امید ثواب داشته باشد. دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بار دوم قاصدی فرستاد و سوگندش داد که حتما بیاید. پیامبر به همراه سعد بن عباده، ابی بن کعب، زید بن ثابت و چند تن دیگر از یارانش نزد دختر خود رفت. کودک را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم دادند، در حالی که نفسش تند میزد و سینه اش بالا و پایین میرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم کودک را در آغوش گرفت و اشک از چشمانش سرازیر شد. سعد رضی الله عنه گفت: ای رسول خدا، این چیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: این رحمتی است که الله متعال در دل بندگانش نهاده است. و در روایت دیگری آمده که فرمود: این رحمتی است که الله متعال در دل هر بنده‌ای که بخواهد قرار می‌دهد و الله به بندگانی رحم می‌کند که رحم و شفقت داشته باشند.